پارت دوم از داستان لعیا. مادر بزرگم تنها بود. نمیتونست جلوی بابا رو بگیره. برای همین دست ما ستا رو گرفت، وسیله هامون رو جمع کرد و از اون خونه برد. با یه ماشین اومده بود. رانندش هم یکی شبیه بابای خودمون بود. شاید 1-2 سالی بزرگتر. وضعش از بابای ما بهتر بود. اما بازم مشخص بود اونم چیزی مصرف میکنه. خلاصه که ما رو برد ته شهر. یه خونه گرفته بود. اون مرده هم صاحب خونه هم پامنقلی بابامون بود. دیگه هر شب سرمون رو تو خونه خودمون زمین میذاشتیم و میخوابیدیم. اون خونه یه سری وسیله داشت. خیلی رنگ و رو رفته بود. مشخص بود که همشون کهنه و دست دوم هستن. اما خواهر بزرگم خوب خونه داری رو از مادرم یاد گرفته بود و منم به کار می گرفت. بابای خوش غیرت ما هم یهو می دیدی 2-3 شبه که اصلا سر و کلش پیدا نشده و ما تنها تو خونه بودیم. باز جای شکرش باقی بود که ما از تنهایی نمی ترسیدیم، وگرنه باید از تنهایی سکته می کردیم و می رفتیم کنار مادرمون می خوابیدیم. چون وسواسی بودن رو همگیمون از مادرمون به ارث برده بودیم، بابام هم نمی اومد، راحت بودیم. موکت و فرش های پاره پوره رو انداختیم تو حیاط و شروع به شستن اونها کردیم. همه ظرف ها رو هم از کوچیک و بزرگ در آوردیم و مشغول شست و شوشون شدیم. هممون کار میکردیم. حتی از خواهر کوچیکم هم کار میکشیدیم. بالاخره خونه رو تمیز کردیم و شستیم و این شد که خونه به نما در اومد. حیاطش رو آب و جارو کردیم. حوض وسط حیاط کثافت کامل بسته بود. اون رو هم شستیم. همه کاری کردیم. آخرش از خستگی هر کدوممون یه گوشه افتادیم. شام هم یه چیز ساده مثل نون و پنیر و چای شیرین خوردیم. چیزی که تو زندگی گذشتمون به عنوان صبحانه هم نمیخوردیم و میگفتیم که باید بهترش رو برامون بیارید. بابا بالاخره با خرید اومد. یکم گوشت و مرغ و برنج و نون و خلاصه از اینجور چیزا خریده بود. آبجیم آشپزی بلد بود. یه چیزی تون سر پا کرد. بعد چند روز بالاخره یه وعده درست حسابی نوش جان کردیم. نمیدونستم بابا پول این وسیله ها رو از کجا میاره که اینجور چیزها رو میخره و همراه خودش میاره خونه. با اون وضعی که داشت نمیتونست سر کار بره. در نتیجه پولی هم در نمی آورد. میدونستم با صاحب خونمون میره و میاد. با اون میپلکه. دیگه شرایطش جوری شده بود که 2 تا سیخ و منقل گرفته بود و گذاشته بود تو خونه گوشه اتاق. باورم نمیشد. اصلا نمیگفت غیرت کنم و این کارها رو جلوی 3 تا دختر قد و نیم قد خودم انجام ندم. زشته، خوب نیست. روزها با هم بیرون میرفتند و شبها با هم بودند. چای و بساطشونم دائما به راه بود. گذشت و ما این زندگی رو ادامه دادیم و چاره‌ای هم جز ادامه دادنش نداشتیم. چی کار میخواستیم بکنیم؟ هر جا خونی هر آشنا و فامیلی که میرفتیم بابا بلا فاصله پیدامون میکرد و ما رو بر میگردون. خواهرم نمیذاش من و آبجی کوچیکم از اتاق بیرون بیان. خودش برای بابا و رفیقش چای و از اینجور چیزا میبرد. بعدم سری برمیگشت تو اتاق و کنار ما بود. یکی از این روزا که بابا سر منقل بود و حالش خیلی بد بود، خواهرم رفت که برای بابا چای بذاره و برگرده. اما چند دقیقه طول کشید. نمیدونم چی شد که یهو استرس بدی به جونم افتاد. نتونستم تحمل کنم. داشتم از اتاق بیرون میرفتم که یهو صدای خواهرم رو شنیدم که میگفت چی میگی مرتی که بیشرف؟ خجالت بکش، خاک بر سرت بکنن. یه ریز داشت فوش میداد که سری پریدم بیرون. آبجی کوچیکم خواب بود. بابا هم که حالیش نبود اصلا چی شده. یهو دیدم دستای خواهرم تو دستای مرد است و به زور داره یه چیزی رو بهش میگه. میگفت من پول خیلی خوبی بهت میدم. من چشمام تو رو گرفته. اون روز رو هیچ وقت از خاطر نمیبرم. خواهرم از من کمک میخواست. تنها کاری که تونستم بکنم
این بود که انبر داغ رو روی دست مرتیکه بیشرف بذارم تا بی خیال خواهرم بشه و بلش کنه. سریع به سمت من برگشت و گفت پدسگ. بلافاصله من و خواهرم از اتاق اومدیم بیرون و از ترسمون در رو قفل کردیم و همدیگر رو بغل کردیم و زدیم زیر گریه. خیلی سخت بود. شاید اگه مامانم امروز زنده بود اینجوری نمیشد و کسی جرئت نمی‌کرد به ما دست درازی بکنه. اون شبم گذشت. صبح که رفتیم بیرون بابا هنوز خواب بود ولی مرد رفته بود. از سر و صدای این که داشتیم صبحانه رو آماده می کردیم بابا هم بلند شد. هی نق می کرد که چرا سر و صدای بی خود راه می اندازید که من رو بیدار کنید. صبحونه‌ش رو خورد و رفت بیرون. خواهرم همینجوری اشک می ریخت و کارهای خونه رو می کرد. ما هیچ کدوم به مدرسه نمی رفتیم چون باید بابا برای ثبت ناممون می اومد و از صبح تا شب تو خونه بودیم. یا به در و دیوار نگاه می‌کردیم یا مشغول کارهای خونه بودیم. یه هفته گذشته بود. بابا دوباره دست اون مرتیکه رو گرفت و اومد توی خونه. آبجیم دست من رو گرفت و برد تو اتاق. جفتمون تو اتاق نشسته بودیم. آبجیم مشغول بود. همینجوری الکی لباس‌ها رو باز می‌کرد و تا می‌کرد که مثلا نشون بده داره کاری انجام میده. چیزی نگذشت که بابا صدامون زد و گفت بیایید آب میوه بخورید. ظاهراً آب میوه ها رو اون مرده خریده بود. رفتم و آب میوه ها رو آوردم تو اتاق. اونقدر خسته بودیم که بابا هم به همون کاری نداشت. ما خیلی زود خوابمون برد. صبح با صدای گریه و جیغ خواهرم و دادهایی که میزد از خواب بلند شدم. نزدیک بود سکته کنم که چی شده که داره اینجوری میکنه. که دیدم لباس تنش نیست. دورش یه ملحفه پیچیده شده بود و تشک زیرش لکه های بزرگ خون داشت. بابا با شنیدن صدای ما اومد تو اتاق. گیج و منگ بود. با دیدن خواهرم یهو چشماش 4 تا شد. همینجوری داشت نگاهش میکرد و با صدای بلندی گفت چه غلطی کردی دختر خراب بی آبرو. اومد آبجیم رو بزنه که با گریه گفت من که بعد خوردن آب میوه خوابیدم. جایی نرفته بودم که میخوای منو بزنی. شستمون خبردار شد که اون مرتیکه تو آب میوه ها چیزی ریخته بود و در واقع بیهوشمون کرده بود و به این طریق به آبجیم دست درازی کرده بود. آبجیم گریه میکرد. بابام یهو گفت بس دیگه، چقدر زرزر میکنی، حالا چیزی نشده که. باورم نمیشد. بابام اونقدر بی غیرت شده بود که میگفت چیزی نشده. نمیدونستم چی کار کنم. آبجیم رفت حموم که خودش رو بشوره. منم لباس ها و تشک رو جمع کردم انداختم گوشه حیاط که بشوریمش. آبجیم کارش شده بود گریه. فقط خودش رو میزد و میگفت بدبخت شدم. چرا اینجوری شد؟ چرا این اتفاق باید برای من میافتاد؟ و از این قبیل حرفا. یه روز که اون مرد اومده بود خونمون، آبجیم هر چی از دهنش در می اومد بهش گفت. بابام هم طبق معمول میخواست سر بساط باهاش بشینه. مردم که انگار نه انگار که جلوی بابامون داره حرف میزنه. گفت چی کار میکردم؟ حرف که نمیشد بهت زد. باید زوری این کارو میکردم. وقاحت تمام هیکلش رو گرفته بود. آبجیم یه تف تو صورتش انداخت و رفت تو اتاق. مرده با خنده گفت هر کاری دوست داری بکن. شلنگ و تخته بنداز. آخرش که مال خودمی. مطمئن باش. خواهرم رفت تو اتاق و آروم آروم گریه میکرد. به بابا و هر کسی که تو ذهنش میومد لعنت میفرستاد و ناله میکرد. جیغ میکشید. چند دقیقه گذشته بود که بابام صداش کرد و رفت بیرون. بابام بهش گفت این مرد تو رو میخواد. با این وضعیتی هم که ما داریم محال کسی بیاد تو رو بگیره. با همین ازدواج کن، تمومش کن بره. هم دوستت داره، هم وضع خوبی داره، هم خونه داره، هم ماشین. مطمئن باش خوشبخت میشی. خواهرم جلوی اون مرتی که داشت التماس میکرد که نه نمیخوام با این آدم ازدواج کنم. من میخوام همینجا بمونم و کلفتی همتون رو بکنم. اما با این مرتی که ازدواج نمی کنم. بابا عصبی شد و گفت زغال میذارم روی صورتت تا دیگه چیزی ازت نمونه ها. دختره بی شرف. آدم مگه رو حرف باباش حرف میزنه؟ هرچی من میگم میگی چشم. آروم چشم میگفت
و بیخیال اومد تو اتاق. قرار شد فردا برن محضر رو عقد کنن. مهریه‌ش هم 20 تا سکه بود که قرار شد فردا مرتیکه به بابام بده و دخترش رو بگیره. خنده‌دار بود. مهریه رو بابام میخواست بگیره. خواهرم تو اتاق ما رو بغل کرد و گریه میکرد. آبجی کوچیک با وجود بچگیش فهمیده بود شرایط چندان خوب نیست و پا به پای ما گریه میکرد. اونقدر گریه کرده بودیم که زمان از دستمون در رفته بود و در همین لابلا خوابمون برده بود. صبح که از خواب بلند شدم دیدم آبجیم هنوز خواب و بلند نشده. آخه خیلی خیلی عجیب بود. آبجیم هیچ وقت عادت نداشت تا اون زمان بخوابه. گفتم آبجی بلند شو، چقدر میخوابی؟ بلند شو دیگه. جواب نداد. ترسیدم. رفتم سمتش، صداش کردم اما بازم جواب نداد. تکونش دادم اما بیدار نمیشد. بدنش یخ کرده بود. کنار دستش یه عالم قرصای جور و واجور و یه لیوان آب بود. شستم خبردار شد که خواهرم خودش رو کشته. وای خاک بر سرم. جیغ کشیدم. بابام اومد سمت اتاق. ترسیده بود از صدای جیغم. گفت چته صدات رو انداختی تو سرت؟ خواهرم رو دید که با گردن کج آوزون شده گوشه دیوار نشسته. بیشتر از قبل ترسید. اومد کنارش نشست و دستش رو گذاشت رو گردنش. دید نبض نداره. با صدای درمونده گفت بدبخت شدم. من قول اینو داده بودم به اون مرتیکه. خواهرم رو تکون میداد و میگفت پاشو بدبختم کردی. پاشو خونه خرابم کردی. وای باورم نمیشد. بابام دلش برای دختر مردش نسوخته بود. برای از دست رفتن دختر بزرگش ناراحت نبود که خودش رو تو این سن کم کشته و زندگیش رو تموم کرده. نگران این بود که جواب اون مرتیکه رو چی بده. چون قول پول و سکه و مهریه گرفته بود ازش. گریه عمونمو بریده بود. بابام نیم ساعتی بود که رفته بود و با همون صاحب خونمون برگشته بود. با مشارکت اون مرتیکه جنازه خواهرمو میخواستن ببرن. چون حوصله دردسرهای پزشکی قانونی و اثبات دلیل خودکشی خواهرم رو نداشتن و از اینجور حرفا. مرتیکه همین جوری به جنازه خواهر نازنینم زل زده بود. با نفرت گفتم تو باعث شدی خودش رو بکشه. خیلی بیشرف و پس فطرتی. تو باعث مرگش شدی حیوان. خدا ازت نگذره. گریم لحظه‌ای بند نمی اومد. خواهرم رو از زیر دست من بیرون کشیدن و بردن خاک کنن. خواهرم با اینکه 5 سال از من بزرگتر بود برامون تو این مدت حکم مادر رو پیدا کرده بود. انگاری مادر دوممون بود که با خودشون بردن. نزدیک های از که برگشتن هر دو خاکی و کثیف بودن. باورم نمیشد. خاکش کرده بودن. با گریه گفتم چرا منو نبردید؟ منم میخواستم تو خاک سپاری خواهرم باشم. بابا با بی‌حوصلگی گفت کی پول قبل داشت که براش بخره؟ یه گوشه مجبور شدیم چالش کنیم که جنازه رو زمین نمونه. خدا بیامرزدش. باورم نمیشد. مردی که روبروی من ایستاده و با بی‌تفاوتی این حرف‌ها رو راجع به دخترش میزنه پدر من باشه. با نفرت تمام نگاهش کردم. خودش خوب معنی نگاهم رو فهمید که سرش رو پایین انداخت و بی هیچ سر و صدایی رفت بیرون. روزها میگذشت. غم بی مادری و از دست دادن خواهرم حسابی بزرگم کرده بود. بزرگ و سنگ دل بدون هیچ مهر و عاطفه‌ای. همراهان عزیز کانال داستان‌های واقعی به انتهای پارت دوم داستان لعیا رسیدیم. ممنونم از لایک و سابسکرایبتون و کامنت‌های پر انرژیتون. امیدوارم تا قسمت 3 منتظر ما بمونید.